سلام خدمت تمامی دوستان عزیز، در حضور خانم باقردوست هستیم. خانم باقردوست خودتون رو معرفی کنید. سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی افتخار دارم در حضور آقای یعقوب‌زاده عزیز و دیگر دوستان هستم و خوشحال میشم از تجربیات من بقیه دوستانم استفاده کنم. قربان شما. مرسی که حضور پیدا کردید خانم باقردوست. خواهش می‌کنم. لطف کنید در رابطه با اینکه از کجا شروع شد یه سری خاطرات برای ما بگین، یه سری تجربیات بگین که در اختیار دوستان قرار بدیم. لطف کنید در این باره صحبت بکنید. در رابطه با این موضوع من خاطرات شیرین باید تعریف کنم، چون خاطرات تلخ رو باید بذاریم کنار. خاطرات شیرینم اینه که از 28/5 که من جراحی شدم زندگی دوباره رو شروع کردم و خدا معجزه‌اش رو به من نشون داد. اینقدر این نگاه خدا نسبت به من قشنگ بود و قشنگ شد و قشنگ هست که من هر روز هزار مرتبه واقعا شکر خدا میکنم که هر لحظه دارم چهره زیبای زندگی رو دارم میبینم. چقدر خوب، چه روحیه خوبی. بله 100%. خب از کجا شروع شد خانم باقردوست اگه بخواید به ما بگین یه سری کلیات بخواید؟ من سال 96 یک شروع کاری تو بدن من به وجود اومد که رفتم جراحی کردم. متاسفانه اونجا دکتر به من پیشنهاد نکرد که مثلا این باید هر 6 ماه یک بار باید برم یک چک کنم، مثلا آزمایش بدم. این برنامه فکر میکردم با جراحی دیگه تموم شده. بعد از اون در سال 1339 بود، 1400 اوایلش بود که احساس میکردم، اوایل سال 1400 اوایل 1139 آخراش همچی چیزی، احساس کردم که من دوباره خونریزی دارم، در صورتی که سنم به یاستگی میخوره و دلیلی نداره که من دوباره خونریزی داشته باشم. مراجعه کردم به دکتر، فکر کردم مثلا چیزی سبک سنگینی چیزی برداشتم، خیلی سطحی و بعد که به دکتر مراجعه کردم، دکتر به من گفتش که باید شما برین حتما پیش یک متخصص. بعد که رفتم پیش متخصص همینطور پاس دادن منو از این دکتر به اون دکتر، از این آزمایش به آزمایش و این برنامه‌ها، تا اینکه من با آقای دکتر سلطانی آشنا شدم و جراح من هستن. ایشون فوق‌العاده دکتر حاذقی هستن. خیلی خوبه که اسم ایشون هم بله 100%. خیلی دکتر بسیار حاذقی هستن و تشخیص به موقعی دادن و چقدر به من انگیزه قشنگی دادن. یک انگیزه قشنگ این بود که من وقتی جراحی شدم به حساب فکر کردم تمومه دیگه کارم، ولی درد داشتم. ببینید ما خودمون تو این دوران فکر کنیم مثلا یک فرد عادی یک دندون میخواد بکشه، چقدر دوران نقاهت میگذرونه واقعا. ولی که ما جراحی شدیم، یک سیستم بدنمون به هم خورد، یک سیستم جدیدتری واس پیوند خورد. اینه که باید یک تایم خصوصی به خودمون میدادیم تا با این مسئله، با این درد، با این دوران نقاهت کنار بیاییم. بعد من رفتم پیش آقای دکتر که بعد از جراحی و برنامه‌ها گفتم آقای دکتر موضوع چیه؟ من درد دارم، چرا درد من تموم نمیشه؟ ولی که من آدمی نیستم باج بدم به این درد. من خیلی سرسخت واسطادم. روحیه فوق‌العاده خانم باقردوست واقعا قابل ستایشه. به من یک حرف خیلی قشنگی زد، یعنی همون حرف باعث شد من بیشتر انگیزه پیدا کنم، بیشتر باعث بشه که خودم رو پیدا کنم. مثلا به من برداشت گفتش که خانم باقردوست شما 7 ساعت تو اتاق عمل بودی، من الان که شما از تو اتاق عمل اومدین بیرون شاید در ماه 10 تا عمل مثل شما دارم. در طی این 10 نفری که میان جراحی میکنن 3 نفر فوتی دارن و شما یکی از اون کسایی هستین که با موفقیت اومدین بیرون. حالا فکر کن من یک آدم موفق رو میخوام بفرستم تو رینگ بوکس،
گفتم چه جالب آقای دکتر، منظورتون چیه؟ گفت منظورم اینه که وقتی که من مربی اومدم تمام تکنیک‌ها رو بهت یاد دادم، تمام روش‌ها رو بهت یاد دادم، دیگه وقتی زمین رینگ بوکس رو برات آماده میکنم اونجا خودت من از تو برد میخوام. چقدر قشنگ، خیلی حرف قشنگی زد، خیلی حرف تکون دهنده بود برای یک کسی که میخواد از تو بستر بیماری بلند شه. واقعا حرف قشنگی بود. بعد اومدم با خودم فکر کردم، گفتم که من قراره مثل یک نوزاد غذا بخورم، اشکال نداره، کمتر از اون میخورم ولی سعی میکنم به این حرف مثبت فکر کنم، همون برای من میشه انرژی تمام، برای من میشه تمام سلولای بافتای جدید، سلولای جدید باعث میشه که من بیشتر رو پا وایسم. واقعا عالیه، اصلا روحیه‌شون فوق‌العاده، یعنی من دارم جذبشون میشم دیگه، اصلا شما که جای خود دارید. خب خیلی هم عالی. از همسرتون برامون بگین. همسر من ایشون متولد 39 هستن. بله. و نمیدونم بگم خوشبختانه یا متاسفانه با مریضی ما از بس عاشقانه با هم زندگی کردیم و زندگیمون رو انتخاب کردیم و در سال 62 با اون امکانات کم ما خیلی یک ازدواج سنتی نداشتیم، یک ازدواجی بود که خودمون انتخاب کردیم همدیگر رو. خیلی انتخابی بود که عاشقانه داریم زندگی میکنیم و این برنامه. ولی وقتی که من مریض شدم همسر من مریض شد. فکر کنید 2 مریض توی یک خونه. دخترم من مهاجرت کرده رفته دبی، فقط یک پسرم اینجا بود. الهی زنده باشه مثل شما آقای یعقوب زاده. بعد فکر کنید همسرم از ناراحتی من سکته کرد توی بیمارستان بود که من از توی بیمارستان مرخص شدم اومدم خونه، همسرم بیمارستان بود. یعنی واقعا چجوری بگم، من با این حال خرابم به همسرم میرفتم با ویلچر دیدنشون تو بیمارستان بهش روحیه میدادم، در صورت که دستگاه بهش وصل بود، هیچی متوجه نمیشدن، تو بیشتر کما بود، آرام بخش بهشون میزدن، یک سر خواب بود، ولی که دستشو میگرفتم با گرمای دستش فقط نگاه میکردم بهش، یه دستشو فشار میدادم، میگفتم من هستم تو هم باید باشی. چقدر قشنگ، چقدر زیبا واقعا. خانم باقردوست، سفر هم رفتین تو این مدتی که حالا؟ بله، من الان سفر ترکیه رو در پیش دارم. ولی الان چند وقت پیش رفته بودم سفر دور حومه مشهد رفته بودم، حدود 3 روز 4 روزم مونده بودم اونجا. شرایط چجوری بود براتون؟ اوکی بود همه چی؟ با همه که فکر کنیم ببینید حومه مشهد یک تقریبا میشه گفتش که من طرف شیروان رفتم، حدود 3 روز 4 روز اونجا بودم. امکانات شیروان با مشهد خب خیلی کم. من میخواستم خودم رو محک بزنم، جون راست حقیقتش، چون سفر مثلا ترکیه رو دیدم الان که حالا اعتماد به نفسم بالا رفته، پس میتونم از پسش بر بیایم. خب هزینه ویزا بکنم، هزینه یک بلیت هواپیما باشه، هزینه سفر باشه، اینا اوکی بشه. ولی وقتی رفتم شیروان با اون مثلا امکانات کم اونجا، دیدم نه، راحتم، من خودم به خودم کمک کردم، هیچ کس در این رابطه نمیتونه به من کمک کنه. حس میکنم هنوز اون حرف جراح محترم هنوز فکر میکنم هر روز هی داره باهاتون تکرار میشه. واقعا هم همینطوره. واقعا چون من یک آدم برنده ایم، من هیچ موقع بازنده نیستم و هیچ موقع بازنده خودم رو حساب نمیکنم. قطعا همه ما اگه بخوایم واقعا برنده ایم، نباید خودمون رو ببازیم. 100%. خیلی از دوستان مخصوصا اونایی که مثلا حالا پیش از جراحی هستن، با اون بعد روانی درست نمیتونن کنار بیان، مراجعه نمیکنن دوباره به پزشک، مثلا این باعث میشه که یه مقداری حالا به حساب بیماری پیشرفت بکنه و شرایطو برای خودشون دارن سخت‌تر. بله. شما چه حرفی میتونید، چه نصیحتی دارید برای اون دوستان اگه بخواید نصیحت بکنید؟ میخوام بگم عزیزان، ما خدا نیستیم. ببینین
الان تو این لحظه امکان داره یک فردی 3 ساله دور از جون جمع باشه، دور از جون خانواده های همه عزیزا باشه، امکان داره 1001 اتفاق بیفته. هیچ مشکلی هم ندارن. ببینید هر انسان یک پیمانه ای داره. اگر اون پیمانه پر بشه خب دیگه تمومه. ولی وقتی پیمانه هست چرا ما نباید به زندگیمون ادامه بدیم؟ پس وقتی که میتونیم در رابطه با پزشک، در رابطه با جراحی، در رابطه با خودمون به خودمون کمک کنیم، چرا نکنیم؟ چرا باید دل سرد باشیم؟ چون ببینید ما الان برای خودمون زندگی نمی کنیم. ما به عشق خانواده داریم زندگی میکنیم. ما الان به عشق دوستا داریم زندگی میکنیم. خیلی ها هستن قلبشون به خاطر ما میتپه. خیلی ها هستن که حاضرن از پولشون، وقتشون، نمیدونم عمرشون رو بگذرونن در کنار ما باشن. ما باشیم که اونها هم باشن. بودن ما براشون مهمه. نفس کشیدن ما براشون شیرین و لذت بخشه. این خیلی مهمه. پس شما میگین که حتما باید اونا امیدشون به این کار انجام بدن. 100%. ببینید اگر قرار باشه دست و دست بذارن بگن خب دیگه من با این کار تموم شده، من دیگه برام زندگی برام مفهومی نداره. زندگی برای خودت مفهوم نداره. من قرار ما توی یک جزیره زندگی کنیم، تنها باشیم. اگر اینطوری باشه چرا؟ اوکی شما برو توی جزیره تنها زندگی بکن برای خودت، اصلا نیا، نه بخور، نه جراحی کن، نه بخواب، هر برنامه‌ای داری برای خودت پیاده کن. ولی وقتی توی یک جمع آدم زندگی میکنه حتما نفس کشیدن یک نفر براش قابل احترامه. دقیقاً. خیلی جملاتشون قشنگه واقعا. من دوست دارم بیشتر از این که حرف بزنم گوش بدم. قطعا شما هم همینطوری نظر می‌فرمایید. مثلا بیان به ما بگن که اصلا بگین این حرف نزنه. لطف داره. خانم واقع دوست، یه خاطره قشنگ هم اگه دارین میتونین برای ما تعریف بکنین. یه خاطره‌ای که تو ذهنتون ثبت شده. چقدر قشنگ شد که اینجا ما از عشق صحبت کردیم، از احساسات